به 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 آقا خیلی خوش اومدین به کانال محول داداش و خواهرای گلم رفقای تاجیکی عشق. آقا اومدین سر وقت موزیک تاجیکستان این دفعه، یعنی این دفعه که همیشه سر وقت تاجیکستان میایم، این دفعه قوی‌تر اومدیم سر وقت یه سری خانومای زندانی. اسم آرتیستا رو من نمیدونم، مثل اینکه یه دونه آرتیسته و بقیه مثل اینکه بازیگرن و اسم موزیک و اسم بازیگر رو من نمیدونم، اسم بازیگر اسم آرتیست رو نمیدونم و اینکه چون روسیه‌ای نوشته. خلاصه اومدیم سر وقتش ببینیم که چطوریاست. نزدیک 2 میلیون هم ویو خورده آجی. 2 میلیون داخل چه سالی؟ داخل یک سال 2 میلیون، خدایی آمار خیلی خوبی. اصلا موزیک تاجیکی همه میلیونی هم موزیک هیت نمیشه، یا اگه هیت میشه میلیونی هیت میشه آجی. ایول چرا که نه. سریع بریم با هم دیگه موزیک رو بررسی کنیم. قبل از اینکه بریم سر وقت ویدیو بچه لایک و کامنت و ساب یادتون نره، با این کار حمایت خیلی بزرگی از من میکنیم. بریم واسه 4000 تایی شدن. و یه نکته هم هست بچه‌ها، اگه میشه بچهای تاجیکستان با وی پی ان بیاین داخل یوتیوب، چون آی پی شما از روسیه ثبت میشه و روسیه هم تحریمه و واسه همین اذیت میشه. و اینکه آی پی وی پی تون رو بزنید روی استرالیا. دمتون گرم. بریم سر وقت ویدیو. نظرتونه؟ لیتس گو. اینا زندانی هن دیگه. آره اینا سربازای واسه زندان و ارتش مرتش که نیستن عیانا، زندانی هن اینا، یا اسیر شدن مثلا. از این خانم فکر کنم یه کار گوش دادم، حالا دقیق آدم نیست. اسمش اینجا نوشته آکمال دایرکت با آکمال جوماو، اگهش چی؟ جومو. و اینجا زینا نمیدونم چی تکسشو نوشته. محبسی مگین مورا دوست می‌دارم شما را. اوکی جوانانی محبسیم دخترای در قفسیم تهنه مکنین مورا هی آزادیمون میفورم. آها فهمیدم چیه میگه. دخترای ما الان دارن خودشونو به دخترانو به اصطلاح دارن به یه زندانی تشبیه میکنن، میگن ما رو خنده نکنین، آزادی نمیدونم چی. اوکی پس کانسپت کلی این چیزی. با کرته های دریدن ای رنگ رومون پریدن هر نفس من یک سالای ای آزادی من نهالای هر نفس من یک سالای ای آزادی من نهالای. دارن ازشون کار میکشن. فقط چهرهای بازیگرا یکم زیادی ناراحت نیست، یکم مصنوعی هم. بزنجی دل تنگمو نفس گیر شبهای زندان تاریک دایما دل ها مازیق امنیسی سر شوم حال ما بهتر شوم. یکم همه چی خیلی خشکه. میدونی چی میگم؟ یعنی بازی ها همه چی خیلی، حتی مثلا ملودی خود خانومی کم زیادی خشکه. لگمون کم شوه دل همون بیغم شوه ای میخواست بزنتش. یک سالگمون کم شوه دلگمو بیغم شوه. همه یه وایب اینجوری ده، همه دارن اینجوری میکنن. اوچه جانم بمارای در روی بیستر خوبای.
الان مثلا 2 دقیقه فکر کنم وقتی 2 میلیون ویو میخوری یعنی که موزیک خیلی خفنیه واسه شما، ولی مثلا واسه منی که اولین بار دارم گوش میدم کم زیادی خشکه. مثلا الان 2 دقیقه و 40 ثانیه نزدیک 3 دقیقه فقط یه ملودی داره تکرار میشه، دا 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 لا 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 لا. میدونی چی میگم؟ این زیادی واسه من یکم خشک داره میشه، حتی مثلا بازیاشون زیادی خشکه، واسه همین منو زیاد نگرفته. رای در روی بیستر خوبای سر تو با پشت زرد و بای شب و روز انتظارای. ولی مثلا ملودی که تکرار میشه از اون طرف مثلا یه شعر یا یه تکست خیلی کچی داره که از ایناست که زمزمه طوریه، یعنی خیلی از این شعرهایی که هی به لب و دهن میاد هی بعد تکرار کنی، از اینا که سر تو تکون بدی و این شعرها رو بخونی. میدونی چی میگم؟ یه همچین وایب خیلی آرومیه. شاید هم کانسپت اصلیش اینجوریه و اونجوری که من تو ذهنم نباید باشه. شب و روز انتظارای سوزد رگو پیوندش در غمی جیگر بندش. ای او چای نباید بخندم ولی خود بازی ها خوشگه. جانم گشتای پیر من به دعا و تکبیر دعا کنه ده دوستان اما الان داره یکم ملودی عوض میشه. آزاد شوم از این دام روم پیشی مادرم یک از دو شگیرم. آقا داستان این زندان چیه؟ اینا واقعا مثلا کانسپت زندان یعنی که مثلا خانوما داخل زندانن، یعنی خانوما آزادی ندارن که مثلا اینجوری چیز کردن، یا واقعا یه داستانی پشت این زندانی خانوما هستش؟ روم پیشی پدرم یک از دو شگیرم روم پیشی مادرم. بعد مثلا 6 تا سرباز برای 4 تا خانم لازم نیست واقعا. یک از دو شگیرم روم پیشی پدرم یک از دو شگیرم. خب آقا اینم از موزیک احتمالاً زندان خانوما که اسمشو اینجا روسیه‌ای نوشته و من نمیدونم، و اینکه همون چیزی که گفتم دیگه 4 دقیقه موزیک یک ملودی یکم ممکنه خسته کننده باشه و اینکه واسه منو نگرفت، و اینکه حتما بهم بگین که داستان این خانومای زندانی چیه. دمتون گرم. خب آقا دم خانومای زندانی گرم، دم شما هم گرم که تا انتهای ویدیو با من بودین. بچا لایک و کامنت و سابسکرایب بیادتون نره، حمایت خیلی خفنی میکنید. 4000 تا شدن خیلی نزدیکی و مزرعه گردن بهمون نزدیک‌تره، و اینکه وی پی ان حتما لحاظ کنین، آی پی استرالیا. دمتون گرم. و اینکه حرف دیگه باقی نمیمونه تا ویدیوهای دیگه. فعلا